علیکم صبح صادق میدمد در دیده من خواب نیست هیچ کس از خواب غفلت یک دم بیدار نیست برای خاطر شما خوشحال گشتن مخلصای عزیز یک قصه حیاتی نقل میکنیم خیلی حال سال زمان چه شده همین روسیه که اومدن 4 ماه افتاد میگه همه رستوران رو دو تا دخترک میان غریبی خیلی یکون سمخور میکنن رستوران میرن یکون تر زموتید میکنه میگن میدورن میشینن همه خیلی مست میشن که کلای هم خیلی دیگه لو ده کشال او دگانش همه خیلی نگاه میکنه میگه صبرینه او دو زنه که بی میگه خمان هم 10 سال پس رنگی همه میشیم خوش به حال مان خوش به حال مان ای زدگی افغان همه خیلی نگاه میکنه میگه قنچق خدا زده و یا زنک نیستن و آینه ده خمان دافته سیم سلام علیکم برادرای عزیز یک قصه نوبتی نقل میکنیم قصه حیاتی ده یک برادر بیچاره پدر و مادرش پیر میشه گفته که من همیشه برم مرگ بفهمم چه خیلی نرخ نواش چه خیلی سسته یعنی چه خیلی بیچاره کم بغل می مرگ میدرویه او تراویت خلط پوشگی میرویه سلام علیکم چه خدمت کنیم گفته برادر من همه والدینم پیر شده ما خواستم همه مرگ یا سسته یعنی بفهمم چه خیلی نرخ نواش چه خیلی سه برادر خیلی نرخ نواش همه خیلی یکی این طرف نگاه میکنه 3 تا کراب کده 3 تا مرده موندگی هر سهش دهناشون گیزه گفته برادر من نفهمیدم این مرده ها چوی خیلی دوانیان کویا گوز نکوی یا چوی خیلیان گفته این یک منگیش آخران وقتا زنش ایزاره رو میمرد که بیا یا سکس کنیم زنش ریزا نبود این همه آخران روز چه خیره که زنک ریزا شده ای خرسندی رو همه خیلی مردگه دیگه ده جمع نمیشه اوه فهمو ایش چی گناه داره ایش چی بود داشت کنده ایش گفته ایگروک گرینی بود کوارتیرش بای داده دچش بای داده همه رو بای داده یک روز همه خیلی بازیش او داشت میویه شرقص جورم میزنه یک عالم پول میبوره در او طرف در اراوچه پول نخ میارن ای خرسندی رو پول میبینه ای شادی رو همه خیلی خندقتی میگه دیلش به کفه میبره باید ایش چی اوی خیلی ایش هم دهشگیز خندی دسته کن ایش گفته برادر وقتی که ای خونش میرویه تندر چراغه که آسمان خیالی میکنه مرا صورت گرفته سیان یا میخنده شرقه از تندر میزنش میمرم